بیپاشا باسو متولد روز 17 دی 1357 در دهلی در خانواده بنگالی به دنیا آمد. پدرش هیراک مهندس معمار و مادرش مامتا خونه‌داره و یک خواهر بزرگتر از خودش به نام بیدیشا و یک خواهر کوچکتر به نام ویجایتا داره. فارغ التحصیل دانشگاه آموزش اجتماعی بهوانیپور کلکته که از 17 سالگی وارد عرصه مدلینگ شد و از سال 2001 که 21 ساله بود وارد دنیای پرزرق و برق بالیوود شد و تونست قله‌های موفقیت رو یکی بعد از دیگری طی کنه. بیپاشا باسو بعد از بازی در فیلم جیسم در کنار بازیگر مرد موفق جان آبراهام در سال 2003 یک شبه ستاره شد. در این فیلم بیپاشا نقش همسر یک میلیونر رو بازی کرد که در حالی که اونو اغوا می‌کرد با یک وکیل رابطه غیر زناشویی برقرار کرد. این فیلم کاملا جسورانه بود و همچنین در رتبه 92 در 100 فیلم سکسی برتر قرار گرفت. بعد از اکران این فیلم بیپاشا برچسب سمبل جنسی بالیوود رو به دست آورد. اون که به ملکه تاریکی هم مشهور بود تونست بارها و بارها به عنوان زیباترین زنان آسیا و جهان انتخاب بشه و اون هم مثل دیگر بازیگران بالیوودی با حواشی‌های زیادی روبرو شد. از ماجرای بوسه جنجالیش با کریستیان رونالدو ستاره فوتبال گرفته تا ماجرای مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتنش توسط یک کارگردان و همچنین افشای فایل صوتی جنسیش با یک سیاستمدار که وقتی لو رفت تبدیل به آبروریزی بزرگی براش شد و کم مونده بود که حرفه بازیگریش رو به طور کامل نابود کنه. همچنین روابط متعددش با خوش‌تیپ‌ترین و خوش استایل‌ترین افراد مشهور هندی و ماجرای جنجالی آشنایی و جداییش از بازیگر جذاب بالیوود جان آبراهام و ماجرای تظاهرات و شورش مردم هند جلوی درب منزل بیپاشا به خاطر عکس نامتعارفی که ازش چاپ شد که خبر از همجنس بازی اون میداد که باعث خشم مردم هند شد و باعث جنجال‌ها و آشوب زیادی شد که برای دونستن ماجرای کامل این حواشی که با شنیدنش شوکه خواهید شد در ادامه با من همراه بشید. فقط قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید حتما همین الان انجامش بدین و به این وسیله از من و سبک مورد علاقتون حمایت کنید. خب بریم تا با هم ادامه ویدیو رو ببینید. بیپاشا باسو فارغ التحصیل دانشگاه آموزش اجتماعی بهوانیپور کلکته هستش که از 17 سالگی وارد عرصه مدلینگ شد و از سال 2001 که 21 ساله بود بازیگری کرد. در سال 1987 در 8 سالگی به همراه خانواده‌اش به شهر کلکته نقل مکان کرد و مقطع دبیرستانی خودش رو در مدرسه‌های این شهر گذروند. او در مصاحبه‌ای گفته که کودکی شیطنت‌آمیز بوده و با وجود قد کوتاهش و شخصیت فرماندهیش ناظر مدرسه بوده و بچه‌هایی رو که از اون قد بلندتر بودن و شیطنت می‌کردن رو تنبیه می‌کرده. به همین دلیل اونو بانو گندا می‌نامیدن. بیپاشا وقتی در سال 1996 جسیا رامپال رو در هتلی در کلکته ملاقات کرد، از طرف اون پیشنهاد کار در مدلینگ رو دریافت کرد و پذیرفت و به این ترتیب در 17 سالگی فعالیتش رو شروع کرد. در سال 1997 در سن 18 سالگی با شرکت در مسابقه سوپر مدل سال برنده این مسابقه شد و تصاویرش در مجلات مدلینگ منتشر شد و به این وسیله مورد توجه تهیه کننده ها و کارگردان ها قرار گرفت و در سال 2003 وقتی 24 سالش بود با بازی در فیلم جیسم در نقش یک زن جاه طلب میلیونر در کنار جان آبراهام بسیار خوش درخشید و برنده جایزه فیلم فیر برای بهترین نقش شرور شد. به یکی از چهره‌های بالیوودی تبدیل شد.
با بازی در 6 فیلم پرفروش بالیوودی همچون ورود ممنوع در سال 2005، کلک در کلک در سال 2006، انفجار 2 در سال 2006، مسابقه سال در سال 2008، فیلم بهترین آرزوها در سال 2009 و فیلم راز 3 در سال 2012 به اوج شهرت دست پیدا کرد. همچنین در 34 سالگی اولین فیلم بین‌المللی خودش رو با بازی در فیلم استرالیایی عشاق ایفا کرد. حالا نوبت میرسه به روابط عاشقانه این بازیگر مشهور و جذاب. از رانا داگوباتی گرفته تا سیف علی خان، بیپاشا باسو قبل از ازدواج با کاران سینگورور با 6 مرد رابطه عاشقانه داشت. بنا به گزارش‌ها، بیپاشا باسو و میلیند سومان زمانی که هر دو مدل بودن، مدتی رو با هم قرار می‌گذاشتن. بیپاشا قبل از ورود به فیلم به مدلینگ می‌پرداخت و در واقع در سال 1996 برنده مسابقه سوپر مدل شد. میلین که اون زمان یک سوپر مدل موفق بود، در یکی از وظایف مدلینگ بود که اونها با هم آشنا شدند و شروع به ملاقات کردند. این رابطه خیلی طول نکشید و به زودی به پایان رسید. بنابر گزارشات سایت‌های خبری بالیوود، اون مدتی رو هم با بازیگر خوشچهره بالیوود دینو ماریا رابطه عاشقانه داشت و رابطه‌شون تموم شد و دلیل این جدایی تا حالا مشخص نشده. در 19 فوریه 2014 بیپاشا باسو وضعیت رابطه خودش رو با هارمن باویجا در توییتر تایید کرد. او توییت کرد: با فردی آشنا شدم که انسان بسیار بهتری از منه. مبارک. 6 ماه بعد در میان شایعات مربوط به ازدواج اونها، بیپاشا در مورد جدایی خودش از هارمن به یک روزنامه پیشرو گفت: بله، ما داریم از هم فاصله میگیریم و این فقط مایه تأسفه. گاهی اوقات بین 2 نفر لزوما اینطور نیست. مردم همیشه از من میپرسن که چرا از هم جدا میشویم. با توجه به این که هر دو انسانهای خوبی هستیم و با هم خوب بودیم و به نظر میرسیدیم که کاملا همسان بودیم. اما من احساس میکنم و فقط میتونم بگم که اگه یک مسابقه کامل باشه موندگار خواهد بود. در هر رابطه‌ای اتفاقی که بین 2 نفر میفته فقط اون 2 نفر حقیقت رو میدونند و انصافاً باید فقط به یکدیگر پاسخگو باشند. اما من میتونم بگم که هارمن یک مرد عالی و یک انسان فوق‌العاده است. و اما هیچ زوجی در بالیوود به اندازه جان آبراهام و بیپاشا باسو سر و صدا نکردند. پس از جدایی از دینو، بیپاشا با همبازیش در فیلم جسم جان آبراهام آشنا شد. بسیاری از مردم اونها رو جذابترین زوج بالیوود مینامیدن. بیپاشا و جان بیش از 1 دهه تا سال 2011 تقریباً 9 سال با هم قرار داشتند. وقتی اونها از هم جدا شدن، قلب میلیون‌ها نفر رو شکستند. این که چرا اونها از هم جدا شدن هرگز خیلی روشن نبود. اما در مصاحبه‌ای حرفهای جان نشون میده که او به این زودی‌ها نمیخواسته ازدواج کنه و بیپاشا اصلاً به جدایی راضی نبوده. جان گفته بود: ما از این رابطه بزرگ شدیم و در جایی پایین‌تر با انگشت به سمت خودم میروم و میگم که حالا با خیلی چیزها مطابقت ندارم. هر دوی ما دیدگاه‌های متفاوتی برای این رابطه داشتیم. احتمالاً در مقطعی از زمان که رابطه به اوج نیاز داشت، آماده تعهد نبودم. آیا سلمان خان دلیل جدایی جان آبراهام و بیپاشا باسو بود؟ جان به سختی میپذیرفت که دوست دخترش آرزو داره در کنار سلمان خان کار کنه. او از عزم او برای ایفای نقش در فیلم با او زخمی شد. در بعضی جاهای دیگه هم گفته شده که جان آبراهام وقتی عکس جنجالی بوسه بیپاشا و کریستیانو رونالدو رو دید، رابطه‌اش رو برای همیشه با اون تموم کرد. و اما نفر بعد در زندگی بیپاشا بازیگر مشهور هند جنوبی رانا داگوباتی هستش. گفته میشه که اونها سر صحنه فیلمبرداری عاشق همدیگه شدن، اما رابطه اونها زیاد دوام نیاورد و گزارش شده بود که رانا به بیپاشا خیانت کرده و این باعث شده اون دلش بشکنه. رانا بعد از چند سال در مصاحبه گفت: ما هنوز هم با هم دوست هستیم و به دوستی خودمون ادامه میدیم.
و اما بیپاشا در فیلم راک 2 در سال 2013 مقابل نواب بالیوود سیف علی خان بازی کرد. صحنه‌های داغ و پر از بخار سیف علی خان و بیپاشا حرفای زیادی فراتر از بازیگری میزد. هر دو مجرد در اون زمان بیپاشا بعد از جدایی از رانا و جدایی سیف از آمریتا سینگ تیتر اول خبرها شده بود. با این حال گزارش‌ها به زودی ناپدید شدند و میشه گفت که این فقط یک شایعه بود و بالاخره نوبت به شریک زندگی و شوهر بیپاشا هستش. بعد از آشنایی با مردان زیادی او سرانجام عشق رو در همبازی خود کاران سینگ گرور یافت. در اینجا لازم به ذکر که کاران قبلا با شرادان نیگام و جنیفر وینگیتس ازدواج کرده بود. اون و بیپاشا وقتی سر صحنه فیلم به تنهایی با هم آشنا شدند، شروع به ملاقات همدیگه کردند. کاران با یادآوری پیشنهاد اونها یک بار گفت اجازه بدید داستان رو براتون کامل کنم. ما در کوه ساموئی بودیم. 13 دسامبر بود و آسمان با آتشبازی روشن شد. حلقه رو با خودم حمل می‌کردم و چیزی به من گفت که الان زمان مناسبیه. بنابراین در حالی که او در حال ضبط آتشبازی در ویدیو بود، من از فرصت استفاده کردم و حلقه رو بهش دادم. در حالی که همه فکر می‌کردن که عمر ازدواج این دو هم به زودی به سر میرسه، کاران سینگ گرور 2 بار ازدواج خودش رو ناتمام گذاشته بود. اما کاملا مشخص شد که این دو برای همدیگه ساخته شده بودند. اونها در 30 آوریل 2016 با هم ازدواج کردند و تا به امروز با خوشبختی از زندگی زناشویی خودشون لذت میبرند. اونها برای خوشحال کردن یکدیگر سنگ تمام میذارن. خب دوستان، حالا نوبت به جنجال‌ها و حواشی زندگی این بازیگر مشهور شده. در حالی که حرفه بازیگری بیپاشا باسو در بالیوود پر از فیلم‌های موفق، جوایز و ستاره بود، بحث‌های زیادی هم دربارش وجود داشت. میخوام از جنجالی ترین اتفاقات زندگی بیپاشا باسو که همه رو شوکه کرد صحبت کنم. زمانی که بیپاشا باسو و فوتبالیست معروف کریستیانو رونالدو همدیگر رو بوسیدن. در سال 2007 بود که بیپاشا باسو که بر صنعت فیلم هند حکومت میکرد به استادیوم معروف لوز پرتغال در لیسبون دعوت شد تا در رویدادی درباره نامگذاری عجایب 7گانه جهان شرکت کنه. در این مراسم بیپاشا با هماهنگی فوتبالیست مشهور کریستیانو رونالدو روی صحنه اومدن. این دو کاملا راحت به نظر می رسیدند و با تعامل خودشون جمعیت رو سرگرم می کردن. و بعد از این اتفاق که در اون زمان کریستیانو رونالدو بازیکن منچستر یونایتد بود، در یک کلوپ شبانه با بیپاشا باسو مشاهده شدند. این دو نفر کاملا دنج به نظر می رسیدند و همچنین لحظاتی صمیمی رو در حین رقصیدن با همدیگه به اشتراک گذاشتند. نه تنها این، بلکه یک شرکت رسانه‌ای انگلیسی هم چند عکس از بوسه بیپاشا و رونالدو منتشر کرد که پس از انتشار عمومی همه در بازگشت به خانه در هند شوکه و مبهوت بودند. بیپاشا باسو در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های خبری در مورد عکس‌های بوسیدن خودش با رونالدو صحبت کرد و اون چرا که در اون شب در لیسبون پرتغال اتفاق افتاده بود رو به اشتراک گذاشت. این بازیگر فوتبالیست رو ناز خطاب کرد و فاش کرد که به تمام مسابقات اون دعوت خواهد شد. اون گفت ملاقات با رونالدو رویایی بود که به حقیقت پیوست. بعد از این رویداد ما برای باشگاه بیرون رفتیم و این فوق‌العاده بود. اون خیلی بامزه هست و عجیب بود که منو ناز صدا کرد. او اکنون یک دوسته و به من قول داده که من برای همه مسابقاتش دعوت خواهم شد. در جریان این ماجرا بیپاشا با جان آبراهام قرار داشت و بعد از مدتی از همدیگه جدا شدند. بر اساس گزارش‌ها بوسه بیپاشا با رونالدو یکی از عوامل اصلی جدایی اونها شد. همچنین بیپاشا در مورد اتفاق ناگواری که در اوایل کارش توسط یک تهیه کننده برتر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود صحبت کرد. او در مصاحبه‌ای گفت من یک دختر جوان بودم و تنها می‌ماندم. من همیشه این تصویر رو از خودم داشتم که آدم خشنی هستم و به خاطر همین بسیاری از مردم از من می‌ترسیدن. زمانی که با یک تهیه کننده برتر فیلمی امضا کردم، به خانه برگشته بودم و یک پیامک ازش دریافت کردم که در اون نوشته بود
دلم برای لبخند تنگ شده. من خیلی جوان بودم و کمی احساس عجیبی داشتم، اما اونو نادیده گرفتم. بعد از چند روز دوباره همون متن رو برام فرستاد و من پیامی بسیار تند و خشن برای تهیه کننده ارسال کردم که کار کرد و دیگر اون تهیه کننده دست از سرم برداشت و من به منشیم گفتم که مبلغ امضا رو بگیره و بهش برگردونه، چون دیگه نمیخوام باهاش کار کنم. که بعداً در یک مراسم با اون برخورد کردم، اما لحظه‌ای که اون منو دید بی صدا از اونجا دور شد که دیدن این اتفاق برام خیلی خنده‌دار بود. همچنین در حین همکاری در فیلم اجنبی، بیپاشا باسو و کارینا کاپور بر سر طراح لباسی به نام ویکرام فادنیس با هم دعوا کردند. ویکرام طراح لباس کارینا بود، اما از روی ادب سعی کرد به بیپاشا در لباسهاش کمک کنه. با این حال کارینا با برخورد تندی وارد صحبت اونها شد و حتی بیپاشا رو کالیبیلی به معنای گربه سیاه خطاب کرد. در پاسخ به اظهارات کارینا در مورد رنگ پوست بیپاشا، اون هم اظهار داشت که دیگه هرگز با کارینا همکاری نمی‌کنه. و یکی دیگه از کارهای عجیب بیپاشا باسو در مورد کودکان کار بود. در سال 2013 بود که بیپاشا باسو این تصویر رو به اشتراک گذاشت که در اون 2 دختر در حال بستن بند کفش‌های اون دیده می‌شدند. و این موضوع جنجال بزرگی رو در سراسر کشور ایجاد کرد. مردم این بازیگر رو به کار کودکان متهم کردند و حتی از پلیس و دادگاه خواستند تا باهاش برخورد قانونی جدی انجام بده. با شدت گرفتن جنجال، بیپاشا به مردم اطلاع داد که 2 دختر در تصویر خواهران او، بیدیشا و ویتا هستند. با این حال بسیاری از مردم رو قانع نکرد، چون اونها ادعا کردند که دختران در تصویر کودک هستند و در سن اونها نیستند. علاوه بر این بازیگر از ابراز تأسف برای همین موضوع خودداری کرد و بر موضع خودش ایستاد. اما به زودی این جنجال در خوشه زمان گم شد. بیپاشا در سالهای اولیه حضور خودش در بالیوود موافقت کرد که در کنار آمیشا پاتل برای مجله‌ای با مفهومی جالب عکس بگیره. هر 2 بازیگر لباسهای مشابهی پوشیدند و به اونها گفته شد که کمی خودمانی ژست بگیرن. با این حال زمانی که مجله منتشر شد، بیپاشا و آمیشا به دلیل ترویج ابتذال مورد انتقاد قرار گرفتند. نه تنها بر اساس اخبار منتشر شده، بعضی از افراد بیرون از منزل بیپاشا دست به اعتراض زدند و بر علیه او شعار می‌دادند و حتی عکس‌هاش را هم پاره کردند و از این بازیگر خواستند تا اشتباه خودش رو قبول کنه. با این حال این بحث با گذشت زمان از بین رفت. همچنین یک عکس بسیار عجیب از بیپاشا و کارینا کاپور در بین مردم پخش شد که در اون هر 2 طوری بودند که می‌خواهند لب‌های همو ببوسن، که این عکس هم برای هر 2 اونها خیلی بد بود و تا مدت زیادی رو سرتیتر خبرها بود و علت این عکس هیچ وقت مشخص نشد و خیلی‌ها بر اساس این عکس این 2 رو به همجنسبازی متهم کردند. یکی دیگه از موضوعات بسیار جنجالی بیپاشا که براش خیلی دردسرساز شد، ماجرای افشای فایل صوتی گفتگوی جنسیش با عمار سینگ در فضای مجازی بود. سیاستمدار سابق عمار سینگ فقید به دلیل روابط نزدیکش با امیتاب بچان و عشق او به سینما توسط افراد مشهور بالیوود احاطه شده بود. با این حال جنجال ادعای صحبت‌های جنسی سیاستمدار فقید با بیپاشا باسو هنوز یکی از بزرگترین رسوایی‌های بالیوود در تمام دورانه. در سال 2006 بود که گفتگوی جنسی ادعایی بین بیپاشا و عمار در فضای مجازی به بیرون درز کرد که در اون شنیده شد که این سیاستمدار سخنان غیر حساسی رو بیان میکنه که خشم همه رو برانگیخت. او گفته بود سن بین پاها مهمه. این سیاستمدار این اظهار نظر غیر حساس رو به زنی در این تماس گفته بود که در مورد سنش باهاش شوخی میکرد. بعد از افشای کلیپ صوتی در فضای مجازی، گمان زنی‌ها مبنی بر این که زن موجود در این فایل صوتی بیپاشا باسو مطرح شد. اگرچه این بازیگر بارها و بارها اونو انکار کرد، ولی هیچ کس باور نکرد تا اینکه عمار سینگ اعتراف کرد که به وضوح گفته که این زن بیپاشا نبوده. این سیاستمدار اعتراف کرده بود که مردی که در این کلیپ صوتی حضور داره او هستش، اما زن بیپاشا نیست
و در مورد چت جنسی و با بازیگر زن صحبت می‌کرده. اما اون زن بی‌پاشا نیست. موضوع در نهایت به خوبی حل شد. اما مدتی بود که این فایل آبرو و حیثیت بی‌پاشا رو برد و افرادی بودند که هرگز به سخنان عمار سینگ ایمان نیاوردند و سکونتگاهی در پشت پرده نامیدند. خب دوستان، پاشا باسو هم مثل خیلی از افراد مشهور دیگه لحظات بحث برانگیزی رو در حرفه خودش داشته. با این حال بعد از تمام این ماجراها او هنوز هم تونسته نامی برای خودش در این صنعت ایجاد کنه که در واقع بسیار الهام بخشه. نظرتون در مورد این جنجال ها چیه؟ به نظرتون کدوم واقعی بودند و کدوم شایعه؟ در زیر همین ویدیو با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. اون مدت چند ساله که از بازیگری و جنجال ها فاصله گرفته و به همراه همسر و دختر کوچیکش لحظات خوب و رویایی رو سپری میکنن و اینکه دوباره کی بخواد به بازیگری برگرده اصلاً مشخص نیست. نظرتون در مورد این بازیگر زیبا و مشهور چیه؟ خوشحال میشم در کامنت ها با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. خب دوستای عزیز، ممنون که تا پایان ویدیو منو همراهی کردید. در قسمت دیسکریپشن و پایان ویدیو لیست پرطرفدارترین و بهترین ویدیوهای کانال رو قرار دادم. اگه دوست داشتید برید و تماشا کنید و لذت ببرید. همچنین اگه به اخبار و حواشی بازیگران و افراد مشهور علاقمندید، ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و به این وسیله از من و سبک مورد علاقتون حمایت کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.